جنگ زشترین ایجاد انسانیت در مسیر تاریخ به حساب رفته. جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-1945 باعث تلفات میلیونها نفر آدمان، به خاک یکسان گردیدن شهر و نواحی و خرابی‌های گران گردید. سالها می‌گذرند اما قهرمانی‌های بی‌مثل مانند نمایندگان خلق ملت‌های اتحاد شوروی در میدان‌های نبرد از خاطرات زدوده نخواهند شد. این جنگ دوم جهانی که سال 1941-45 شده گذشت، این در تاریخ بشریت از همه جنگ خانمانسوز، از همه جنگی که در هر یک خانواده خیش و تبار وای در این جنگ اشتراک داشت و بسیارتری اونا یعنی جان خود را فدا کردند. از آن جمله سالهای اولین یعنی جنگ بزرگ آغاز جنگ بزرگ وطنی از شهر خارخ 178 نفر پسران دلیر و شجاع را یعنی برای پاسبانی وطن، یعنی وطن و مادری که آن دوره گفتند، یعنی رسپار شدند و خوشبختانه از همین 178 84 نفر آنها با غلبه بزرگ به شهر خارخ برگشتند. و شورای وترانای جنگ و مهنت یعنی تصمیم گرفت که برای پاس داشتن خاطر همه شهیدان جنگ بزرگ وطنی یعنی همه سیما یعنی عکس و اولنامه اونها جمع کرد و به یک کتاب یعنی یک غلبه برای همه یعنی به مناسبت 75مین سالگرد غلبه خلق سوویتی در جنگ بزرگ وطنی این کتاب را یعنی تهیه کرده برای خاطرات و پاس داشتن یعنی با همه خیش تبار این اشتراکچیان یعنی ما دسترس میکنیم. کارنمایی‌های مردان میدان آنهایی که در تامین غلبه بر فاشیسم سهم ارزشمند گذاشتند برای نسل‌های امروزه نمونه عبرت و مایه افتخار میباشند. نسل امروزه باید با درک عمیق میهن‌پرستی این کارنمایی پدر و بابایان را سرمشق کار خود قرار داده در آبادانی و سرسبزی میدان عزیز سهمی ارزشمند گذارند. با ما معلوم است که یعنی استافeta رمز غلبه دیروز از جمهوری قرقیزستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان داخل گردید و ما امروز با سر بلند این استافeta را در شهر خارخ قبول می نماییم و آن بزرگ مردانی که در راه وطن جان را فدا نمودند هرگز از یاد ما فراموش نمیشن، چنانه که شاعر میگوید هرگز چراغ یادتان خاموش نمی شود، هیچ چیز و هیچ کس فراموش نمی شود. در تنتنه به خاطر عید غلبه معاون رئیس ولایت نظیره امیربکزاده و سابقه‌داران مهنت از شهر خارخ اشتراک نمودند. به خاطر گرامی داشت 75مین سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر فاشیسم گیتلری استافeta غلبه با رمز خاص از جمهوری قرقیزستان وارد جمهوری تاجیکستان در ناحیه مرغاب گردیده پس از تنتنه‌های جشنی در شهر خارخ این رمز به ولایت قتلام و بعداً به نواحی دیگر قلمرو مملکت سپرده خواهد شد. День Победы! День Победы! سپس چاره‌بینی را با سخنان مقدموی معاون رئیس شهر خارخ قادرزاده فیض‌الله حسن افتتاح بخشیده راجع به جانبازی‌های نمایندگان شهر خارخ در جنگ بزرگ وطنی برآمد نبود. در نوبت خود معاون رئیس ولایت نظیره امیربکزاده از نام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیض‌اف، سابقه‌داران جنگ و مهنت، سربازان جزو تام‌های ارتش ملی و کل مردم شرفمند شهر خارخ را شادباش گفته ذکر نمود که کارنمایی‌هایی که از جانب مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان در این جنگ اشتراک کردند 646 نفر آنها به وطن برگشتند و خوشبختانه یک چیز را قید کردن ضرور است که امروز 2 نفر از اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی در ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز در قید حیات هستند. یک نفر از ناحیه درواز سولیف و نفر دیگر از ناحیه اشکاشم ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر سیفوف می باشند که ما چند روز پیش از جانب رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان محترم یادگار فیض‌اف و همچنین دیگر نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان معاون وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان محترمه مهرنما جان محمدزاده از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این 2 نفر را به 75مین سالگرد غلبه بر گرمانی فاشیستی تبریک و تهنیت گفتند. تنتنه جشنی با عکسبرداری عمومی
дар назди муҷассамаи сарбози номаълум ба анҷом расида, бори дигар шаҳодат аз он дод, ки насли имрӯза қаҳрамониҳои падарону бобоянро гиромӣ дошта, бари тарбияи насли созанда тамоми кӯшишҳоро ба харҷ хоҳад дод.